امروز 9 اپریل سال 2026 است. حدود چند روزی هست فشار روانی شدیدی دارم. این فشار نمیدانم از کجا می آید، اما بسیار قوی است. دقیقاً شنبه هفته گذشته بود که باقر برادر بزرگم خودکشی کرد. او یک بطری تیزاب در تشناب خانه مامانم خورد. مامانم میگوید باران میبارید و امبولانس در بین موتر و بیربار شهر نمیتوانست به شفاخانه برسد. مامانم که یکی از داغ دیده ترین مادران تاریخ است، چون با عجله و با غم بسیار به امبولانس سوار شده بود و بابت برادرم در شوک بود، حتی نتوانسته بود که کفشی بپا کند. من پاهای برهنه در سرک‌های گلولای کابل زیر باران و موترهایی که جلو امبولانس را گرفته بودند میگفته که کنار بروید تا پسرم به شفاخانه برسد، تا باشد که زنده شود. شفاخانه عالمی در پل خشک کابل برادرم را قبول نکرد. به ابن سینا بردند، باز هم قبول نکرد و بالاخره به شفاخانه فرانسوی ها بردند. آنجا هم اضطراب و ترس از دست دادن پسرش در دل مادرم بود. همین که این شفاخانه شخصی نیاز به مخارج بالایی دارد و آیا می تواند از پس مخارجش بر بیاید یا نه. خلاصه 2 شب در همان بیمارستان برادرم بستر ماند. مای بدنش آماس کرده بود و مثل سنگ سخت شده بود. او از این دنیا دل بریده بود. او دیگر امیدی نداشت، یا خسته بود، یا از این که دیگر در این دنیایی که هیچ معلوم نیست فردایی دارد یا نه نمیخواست ادامه دهد. او در شب یکشنبه به تاریخ 29 مارچ 2026 این دنیا را با خواسته و اراده خودش ترک کرد. دلهره سنگینی داشتم. احساس تقصیر و گناه به من دست داده بود، زیرا حدود چند ماه قبل برایم گفته بود که افکار خودکشی شدیدی دارد، اما من نتوانستم به او کمک کنم، زیرا بسیار دور بودم و از جایی که می‌دانید دسترسی به خدمات صحی روانی در کابل وجود ندارد. برادرم فقط 35 سالش بود، اوج جوانی و زندگیش بود، اما به دلیل نداشتن دسترسی به حمایت روانی به گرداب افکار منفی و خودکشی افتاد و زندگیش را بسیار به طور وحشتناکی به پایان داد. بعد از فوت او بهانه خوبی به دستم آمد تا بیشتر گریه کنم. عکس‌هایش را که می دیدم باورم نمی شد که او دیگر بین ما نباشد. من از او یاد گرفتم چطور زرنگ باشم، چطور ادامه بدهم و چطور شجاع باشم. او برای من همیشه یک الگو و همچنان یک دشمن بود، زیرا می خواستم همیشه به اندازه او مادرم مرا دوست داشته باشد. از او همیشه عصبانی بودم، اما در عین حال دوستش داشتم. یک دلبستگی ناایمن. اما او مرا رها کرد. او را از دست دادم و دردناکتر از آن این بود که او را ندیدم. 2 سال می شود از کشور دورم. از این شهر با آن شهر سرگردان دنبال خوشبختی و آرامش می گردم، اما او را ندیده به خاک سپردم. برایش دعا کردم، برایش از خداوند طلب آمرزش کردم و امیدوارم که بتوانم در آینده به 3 دخترش زمینه تحصیل و زندگی بهتر را فراهم کنم. نمیدانم زندگی من کی شروع می شود. هیچ وقت این حس انتظار تمامی ندارد. امروز منتظرم دریا اینجا بیاید. دیروز منتظر بودم خودم به لیتوانی برسم و روز قبلش منتظر بودم مرتضی به آمریکا برود. در زندگی به این نتیجه رسیدم که انتظار هرگز تمامی ندارد. شاید هم این بخشی از زندگی من شده باشد. بعضی اوقات به دیگران می‌بینم و فکر می‌کنم شاید آنها از ابهام و انتظار بی‌غم هستند. شاید آنها احساس ماندن در وسط چهارراهی و یا گم شدن در بیابان را هرگز نداشته باشند. چرا می‌توانند بخندند؟ چطور می‌توانند اینقدر راحت زندگی کنند؟ زندگی برای من خیلی ساده و آسان نبوده است. در ذهنم 1000 سوال است که جوابی ندارد و این سوالات همیشه باعث می شود بیشتر و بیشتر احساس سنگینی محض داشته باشم. امروز می خواستم درباره همه چیز بنویسم. می دانم نوشته هایم پراکنده و نامرتب است، اما اگر ننویسم چطور با همه چیز کنار بیایم؟ وقتی تک و تنها در اتاق 12 متری هستی، حتی یک دوست یا همراهی نداری که درد دل کنی، یا داری برای آینده برای خودت
یا برای کودکت، برای اعضای خانواده‌ای که در فقر و بیسوادی و ناچاری در افغانستان گیر کرده‌اند غصه می‌خوری و به پنجره‌ای نگاه می‌کنی که فقط قسمتی از آسمان آبی را می‌توانی ببینی؟ آیا غم‌انگیز نیست؟ بعضی وقتها فکر می‌کنم شاید من عادت به بهانه تراشی یا تمرکز بر مشکلات یا غم‌های زندگی کرده باشم که همیشه مغزم دنبال این است که بهانه‌ای برای غمگین بودن داشته باشم. اما نه، شاید هم زندگیم واقعا غم‌انگیز است. روز بعد از صحبت با مرتضی احساس خیلی بدی گرفتم. استرس، اضطراب، آشوب، دلهره، تشویش، نگرانی و آشفتگی همه با هم. انتظار داشتم با صحبت با او حالم بهتر شود. کاملا برعکس. بعضی وقتها فکر می‌کنم یک بار اضافه بر شانه‌های او هستم. شاید هم باشم. سخت است برای کسی که در فرهنگ اجتماعی بزرگ شده باشد و از تنهایی چیزی نداند، تنها بخوابد، تنها غذا بخورد و تنها برای مشکلات و آرزوهایش بجنگد. بله، مرتضی هم هست، اما او بسیار دور است. نمیتوانم حمایتش را احساس کنم. میدانم کار میکند و برای زندگی و آینده من تلاش میکند، اما او وقت ندارد تا به حرفهایم گوش کند. او وقت ندارد تا نازم بکند یا برایم به تکرار بگوید عزیز دلم، من دوستت دارم و با هم میتوانیم از پس همه چیز برآییم. استرس درس ها و اینکه چطور از پس همه چیز به یک بار بر بیایم دارد از درون تنم را میسوزاند. در عین حال تنهایی باید از پس همه مشکلات بر بیایم. کسی نیست به او بگویم چقدر خستم و چقدر در اوج جوانی پیرم. شاید باقر برادرم حق داشت. ای کاش میشد به همه چیز به یک بار پایان داد. اما من نمیتوانم این کار را بکنم. هرچند تنها، هرچند خسته، هرچند بسیار گم شدم و نمیدانم چطور و چگونه از پسش برایم، اما هنوز ادامه میدهم. شاید میشود گفت که امید ندارم، فقط انجام میدهم. این روزها نیز سخت میگذرد، اما سخت در این روزهای عمرم نیست. میدانم روزهای آینده سختی‌های بیشتری خواهد آمد. در هیچ جای خانه ندارم، احساس تعلق و امنیت ندارم و این انرژی روانی خیلی زیادی از من میگیرد. ساعت 9 شب است و آسمان در کاوناس هنوز روشن است. عجیب است، تنها نوشتن است که میتواند باری از روی شانه هایم کم کند. این تنها اسلحه‌ای است که بلدم چطور استفاده کنم. روزها آنقدر زود میگذرد که نمیتوانم به کارهای اصلیم برسم و تمام روزم به حاشیه ها میگذرد. امیدوارم دریا بیاید پیش من و با هم به پیاده روی برویم. هرچند خسته و زخمی باز هم ادامه میدهم. این تنها چیزی است که در این زندگی دارم. سماجت.